آقا سلام رفقا. من دامون بی هستم و خوش اومدید به این ویدیو. آقا اینجا یه دوئل با دوستم امیر گیمر زدم که حالا در ادامه نمیدونی چیه. آقا اینجا داشتم چیز میکردم، داشتم میگشتم تا کنار، داشتم همینجوری دور زمین میگشتم تا بیاد تو گیم، چون نتش بنده خدا ضعیف بود دیگه. اینجا چک کردم که اومدی یا نه. بعد همین چون این صدای ویدیو، چون آهنگای مثلا آهنگ خاصی برای ویدیو نداشتم، گذاشتم زنگ بزنم آمبولانس رو. بعد داشتم میگشتم که بالاخره بعد از چند سال اومد داخل گیم. آقا اینجا تونرا رو کشیدم. آقا این بتل پس زده، بتل پسش هم دیل خیلی خفنی داره. من دیلش رو خیلی دوست داشتم، گفتم برم بزنمش سریع دیل رو بگیرم. آقا اینجا هنوز اینترنتش خوب نشده بود، گفتم یه ذره نامردی کنیم دیلش رو برداشتم دیگه، خاطر دیلش من گرم زدمش. خب دلیت نامردی هم کردم. اینجا حالا دیدم فکر کردم کمو انداخته، البته فکر نکنم کمو انداخته باشه، نمیدونم چیه در واقع، نمیدونم شاید هم کمو، من نمیدونم چه کمو، احتمال میدم یه کمو باشه. اینجا دیدم اومدم بزنم، دیدم چی اومدم بگیرم بزنمش، من بزنم. گفتم اشکال نداره آقا، اشکال نداره. اومدم اینجا دیرشو کشیدم، گفتم به. بعد این اومدم اینجا بود دو بینم زدمش، با چون این نیدش خیلی رو مخ بود. حالا در ادامه میگم چرا. بودو بینم اینجا دیدمش. من اینجا اینجا ما داشتیم در تماس بودیم، کلا در تماس داشتیم چیز میکردم، برای همین صدای ویدیو رو قطع کرده بودم. آقا نیدش منو دمیج میکرد. حالا ادامه ویدیو هم یه رو مخترم میشد. اونجا من یه اسلاید زدم، یه دونه اسلاید دیگه دورم بزرگ کردم. اومدم اینجا اومدم بزنش، نشد. خورد، اشکال نداره. بعد اومدم اینجا تونده رو کشیدم، یه دیر خودم که نبود. اومدم اینجا اومد فکر کنم اینجا منو زد بزنینی. بعد اینجا منو زد. اومدم اینجا من اینا کلاسم کشتم، گشتم تا بیاد دیگه. بعد وسط زمین بودم، وسط زمین میگشت. وایسید اونجا که میگم میرسه. اومدم اینجا نخورد. این دم میخواستم هیت فایر بزنش، نخورد. اینجا هم نخورد. نمیخوام اسپویل کنم، ولی خب من خیلی دوست دارم اسپویل کنم. اینجا منم بزنم. منو زد. ولی خدا وکیلی خیلی خوب بازی میکنه. آره یه جاهایی اصلا یه شاتایی اگه میخورد که اصلا خودم گفتم اینجا مثلا شاتش میخورد خیلی قشنگ میشد به نظر خودم. این اولین ویدیو بلند منه و اولین بار که صدامو میذارم. اینجا من دمیجش کردم، ریلود کردم. اینجا نمیدونم چرا من فوز گرفته بودم، منو زد. اینجا من چی بگم، من اینجا بیان شد بکنم، اینجا منو زد. نمیدونم، نه اینجا من نیدش کردم، استفشو برده داشتم. اینجا دیدمش. بوف نخورد. آقا میخواستم یه بار فینیش بگیرم، نشد. اینجا قرار بود فینیش بگیرم، نشد. اینجا زنمش بودو بینم. چه شوتایی میزنم من با این. خب پریدم بالا، دوباره پریدم بالا. خب اینجا رفت بالا.
آقا ببخشید اینجا گوشی اونم زنگ زد. اینجا که البته داخل ویدیو نه، همین الان زنگ زد. اینجا هم بزنم نشد. اوف نشد. به نظرم من اوف میگم اینجوری میگم، فکر نکنم اوف خفن زدم اینو، همینجوری اوف میگم. خب اینجا ریلو اینجا من گفتش تو تماس بودیم، گفتش بیا تو دیوار من بزنمت. اوفم نه بابا دادا، اونم سریع چیزمونو کشیدم اینجوری زدمش. خیلی خفن زدم آقا. بود ببینم یه ذره تیر برداشتم، چه جوری داشتم بازی میکردم که دیگه تیرم تموم شده بود. اوف یه دونه هیت فایر. اگه هیت فایر بچه اتشمنت این گانه خیلی مزخرف بود، بعد به خاطر همین زیاد نتونستم باش خوب پلی بدم، وگرنه الان واقعا خیلی خوب بازی میکنم با این اتچمنتش. خیلی بد بود فکر کنم اتچمنت، واقعا من خیلی بد میگم اسم اتچمنت. یه اینجا دیامش منو ندید. آقا یه جا دید منو ولی خب اهمیت نداد، البته فکر کنم ندید، نمیدونم. تو داشتم میگشتم چیزان زدم که کم نکرده باشه. اینجا اومد وسط زمین. اوف اینجا تو حلقه اومدن چیز زدن، اومدن پشت دیوار تو حلقه آدم که کلاس میزنه واقعا. اینجا اومدن زن، گفتم اشکال نداره دیلمو کشیدم. نباید دیلمو میکشیدم، واقعا نباید دیلمو میکشیدم. دیل من باید برم سنسم اوکی کنم، لا شاید سنسم اوکی کنم دیگه، شاید چه باید بکنم بالاخره. بعد منم اینجا هر چی هیت فایر میزدم نشد نمیشد. اینجا من نمیدونم چرا خورد ولی خب حساب نکرد، نمیدونم چرا. توندرا رو کشیدم. توندرا عشق است. اینجا اومدم زدم اوف. بعد اینجا میگم نیدش مزخرفه، اینجا با نید منو کشت، ولی خب از شانس خوبم اینجا اومدم و گانشو برداشتم. اومدم کمپر بازی در آوردم، گفتم ولش. اینجا چرخیدم. اوف اینجا تو دهنش منم نید گذاشتم، گفتم میخواد چیکار. موقع خواستی من نید بندازی، میگم نید اومدی تو دهن من چیز گذاشتی، کلاس گذاشتی و زدمش کشش. بعد 10 11 دقیقه فیلم دارم صحبت کنم. یا خدا اینجا هم وایساده بودم منتظرش بودم بیاد. بچه نمیدونم چرا ثانیه‌ای شده این رادیو، منظور خیلی مسخره است. نمیدونم ثانیه‌ای بود یا نبود، فکر کنم ثانیه‌ای نبود، جدید اضافه شده. اومد اینجا منو زد. آقا منطقی نیست، چجور منو زد؟ خب لاستی که اینجا گانو کشیدم دوباره، اینجا دیدمش، البته اگه اشتباه نکنم دنبالش میدویدم که پیداش برکنم. اینجا اوف دمیج شد، بعد منو زد. آخه اتچمنت چیه گذاشتی براش؟ این چه اتچمنتیه؟ گانو کشیدم اینجا هم منو زد. ای خدا اینجا منو نخورد واقعا. چرا؟ اینجا دیگه اصلا خود کرده بود، داده بود به یکی دیگه بازی کنه. آخرای گیم من بود، من گفتم نایفش کنم، اشکال نداره دیگه. بعد نه اینجا نبود، یه لحظه من کردم اینجا بود، اینجا اومدم و دیدم از این بر اومدم. اینجا من خط منو گرفته بود.
آقا من چی بگم به این؟ البته اینجا من اینجوری زدمش. اوف. من اینجا دیگه رو کشیدم. آقا من اومدم اینجا منو دید. اینجا منو زد. چی بگم بهش؟ یا خدا، بذار ریلود کنم آخه بشر. دیگه اینجا دیگه رو کشیدم. من اینجا نشد. اینجا اومدم دمیجش کردم که آخر مردم. ای خدا دقیقه های آخر اینجا یعنی پلس گذاشتم. اینجا بود داد به یکی. نگاه کنید چند نوب شد. من دنبالش بودم نمیخورد بهش. خیلی شیطون بود داداش. من دیگه عصبانی شدم. ناشو کشیدم. رفتم این بر تا زدمش. دیگه گیم تموم شد و با اشکال نداره. انشالله